به نام خدا، من احسان هستم. خیلی دوستتون دارم. خوش اومدید به کانال من. ویدیوها رو دنبال کنید تا از تحلیل بازار طلا و بازارهای مالی ایران با خبر بشیم. امروز میخوایم راجع به خرید یا فروش ملک یا اینکه طلا کدومش بهتره و توجیه بیشتری داره برامون صحبت کنیم. خیلی از دوستان میپرسن که الان طلا رفته بالا بفروشم ملکش کنم. اصلا این کار رو نباید بکنید، چرا که سال 1404 بازم رشد طلا بیشتر خواهد بود، بیشتر از ملکه. و این سوال رو خیلی از دوستان دیگه هم پرسیده بودن که سال 402 و 403 طلا آیا بیشتر رشد میکنه یا ملک. بهتون گفته بودم که با تمام نمودارها و ضوابطی که عرض کردم حدود 2.5 برابر شده بود. یعنی اگه ملک خریده بودین حدودا 20% تا 25% رشد داشتیم، ولی طلا حدود 2.5 برابر رشد کرده. امسال هم به همین صورته، یعنی سال 404 بیشتر از تورم رشد خواهد کرد و اونس جهانی اگه افزایشی باشه همینطور طلا تو کشور ما هم قیمتش بالاتر میره و تقویت قیمت بازار بیشتر میشه و رشد طلا بیشتر خواهد بود. سال 403 از ابتدا تا انتهاش طلا میخریدی 2.5 برابر میشد. خب امسال هم همینطوره. ملک تقریبا اندازه تورم بالا میره، اندازه تورم رشد میکنه، ولی با توجه به اینکه طلا توی بورس جهانی افزایش پیدا میکنه و ارزش ریال ازش کاسته میشه و دلار داره تقویت میشه، ما شاهد این خواهیم بود که رشد طلا بیشتر نسبت به ملک افزایش پیدا میکنه. ولی اونایی که سقف بالا سر ندارن و مستاجرن، ملک واجب تره. ما رو دنبال کنید.